تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران وجود داشتند با ما، همچنین شخصیتی دیپلمات و نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان در اونجا. واقعا هم لحظه ای که ما قبلا آگاه نداشتیم و از طرف سفارت گفت که ما حتمی آگاه کردگی هستیم که قراری سودیابی جمهوری تاجیکستان هست باید این حزب برابریتش و تاکید کردگی هستیم که باید اونها از اون جهت یا از طرف حزب ممنوع شده اکستریمیستی باید مطلع دعوت نشوند. و به این خاطر ما به تالار داخل شدیم. در تالار من جای پهلوی علی اکبر ولایتی و اون طرف هم باز یک شخصیتی با نفوذ جمهوری اسلامی ایران بودن در بین جای دادم و 5 دقیقه بعد آقای کبیری رو آورده در پهلوی اون نفرش موند. یک نفر بعد از طرفی دست گرفتیم. در حقیقت من با مجرد داخل شدنش خواستم که بریم شام اشاره به طرف سفیر و هیئتی همسفر هم کردم که هیچ صدایی نشد و دیپلمات ما سفیری ما هست، ما حتمی باید کاری با سفیر خود در موافقه هر کاری باید انجام میدادیم، در موافقه باید انجام میدادیم. از این خاطر ما نشستیم. خب دیگه سلام کردن در بین مردم حالا دشمنی ملت هست، تروریست هست، همه چیز هست، لیکن در بین صدها کامیراها و ملت‌های گوناگون خب دست دراز کردن و دست دراز نکردن و فکر من این از فطرت انسانی بیرون است. به همین خاطر ما دست دادیم و بعضی اراده‌ای رو گرفتن. من گفتم خودت بهتر میدونی این مسئله ها رو و اینجا جای بحث اون مسئله ها نیست. من باید قید کنم که بسیاری در بعضی خبرها و بعضی گرما هم پخش شده است. جمهوری اسلامی ایران با ما دولتی همزبان، هم فرهنگ، ما مناسبتی از اول نیک داریم و در آینده هم همیشه میخواهیم که مناسبت نیک باشد. ما هیچ ایرادی در مناسبتی بین دولتداری و فکر من که وجود ندارد، اما این معامله اخیری که هست خب دیگر این ما محکوم کردیم و حکومت جمهوری تاجیکستان ما اعتراضی رسمی بیان کردیم و حکومت جمهوری تاجیکستان نوت بر سفیر جمهوری اسلامی ایران ها سپرده. ما الان دشمنی نداریم، دوستی صمیمی داریم و بیشتر که پیامبر علیه السلام میگه که لا ضرر ولا ضرار و کس ضرری نرسونید و نگذارید که کس به شما ضرر برساند. از روی همین قاعده ما با همه بیشتر که جناب جمهوری پیشوای ملت میگن همیشه سیاستی در حکومت جمهوری تاجیکستان در راه کشاده با تمام دولت‌ها و مناسبت‌های نیک با تمام